ببخشید قطع شد اینو ما این میخوام بکنم اولا میخوام ببینم چه بره ایستگاه میشه. برای چی خون میرینی؟ پلش کن من به بابا زنگ زدم. سلام مرا بچه، خوش اومدید به یه ویدیوی دیگه تو کانال امیرم محمد. بچه امروز اومدم با یه شوخی خیلی خفن. خون مصنوعی رفیق خودمه. اگرم دارم بلند صحبت میکنم هیچکی تو خونه نی، هیچکی. محمد رفته بیرون چیزی بگیره بیاد. میخوام موقعی که میره دستشویی یه کار خیلی بد باش بکنم. میخوام خون مصنوعی رو بریزم تو فرنگی. اون فرنگی نمیره ولی چاره‌ای ندارم جز اینکه بریزمش تو فرنگی. حالا مجبوری بریزم، میکار کنم بریزم اون تو دیگه. پس لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. دوستتون دارم، عشق منید، حمایت یادتون نره بچه‌ها، بهتره کنید. خب بریم که این قسمت ازتون بگیرم. اول هر چیز این آشغال رو بردارم. سیلم به خود شیشه کنم. خودش من چندش هم میشه. بایستا اینو باید بذارمش اینجا. چیه بدم؟ خب اینو این شکلی بلند میکنی. علی تمامش نمی کنم. ببخشید قطع شد اینو. خب ریختم تو چاه. خدایی سنگینه. خیلی خوب داره اینم میبندم و میرم بیرون. بچه لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. عشق منید. بریم که داشته باشیم ویدیو رو. کجا میری؟ نه نرو در وایتکس رو جمع میده. ببند رو. برو فرنگی وایتکس ریخته بو میده. نه نریخته بابا برو. سیفونو بزنی ها بابا دمپایی که خیس کرده. برو سیفونو بزنی. برو چی شده؟ چی؟ تشریف کردم. خب خون اومد؟ خب حتما آب زیاد خورد. خطری ها اگه خون اومده یه وقت. او زنده نیست. ببینم حالا باز کن ببینم. باکن بیا این و خب بیا این و من بیام ببینم. دم پایی ندارم.
صاف کنم. بیایید من دمپایی ندارم. چقدرم خون داشتی؟ لامصب چیکار میکنی؟ این همه خون چیکار میکردی اون تو؟ مامرزا خطری مطریه ها. دل لردی چیزی نداری؟ مطمئنی؟ ها یه دقیقه بذار میخوام یوتیوب رو نگاه کنم. چیزی نیه نه؟ چرا بابا اونم خون اومده. من یه مورد دکتری آزمایشی چیزی بده. باید زنگ میزنی چی بی؟ میگم خون اومده. چیکار کردی که خون اومد؟ حتما زیادی زور زدی. آره؟ زور زیادی زدی؟ زور زیاد بزنی اینجوری میشه؟ دل درد داری؟ آه منم دل درد. محمد رضا خری ها. گوزو قطع کن. نکنه. الو. مردی که خون پاره کن. بابا. خوبی؟ بابا. همسان میگه آیا بکن. بیا بابا من یه رفتم دستشویی خب. رفتم دستشویی فرنگی که مانی مثل میبایی تیست ریخته اینا نرفتم. رفتم فرنگی رفتم فرنگی آب گرفتم یعنی پشتم خون اومد. حتما جلو پشت بندیت جلو بندیت خراب بوده. جلو بندیت خراب نبوده؟ اوکی میبینی باش من حاضر میشم. خدا من از جلو بندیت خرابه فکر کنم. از پشت اومد یا از جلو؟ اصلا خفه شو. خب از پشت اومد یا از جلو؟ اولا میخوام کمکت کنم. اگه از پشت اومده بگو از پشت اومده. خب بگو از پشت اومده یا از جلو؟ اصلا نکن. خب از پشت اومده یا از جلو؟ بذار دلتو نگاه کنم. نگاه نمیکنم. نکن اولا نکن. محمد رضا بابا بیا نمیخواد حاضر شی. بده من میخوام برم پشت تو از جلو معاینت عوض ول کن. بیا معاینت کنم. ول کن. خب بیا. دنگل ول کن. خب پشت بوده یا از جلو؟ اصلا آبزم نکن. از پشت بوده یا از جلو؟ به تو چه؟ خب میخوام بدونم کمکت. اصلا ول کن. بده معاینت کنم. حالا من ول کن. یه دور بیا معاینت کنم ببینم. اصلا ول کن. بیا معاینت کنم. ول کن آبزم. بابا معاینت کنم. امیرسه. بابا اینجا میرم. اصلا بی برو. خب بیا دقیقه بیا. بگو من بابا بذار معاینت کنم. امیرسه. یا آبزم نکن. خب بده معاینت کنم. خوبی یا نه؟ با ول کن. بابا معاینت کنم. ول کن. معاینت میخوام بکنم. اولا میخوام ببینم چته. خون بده برای تو ضرره. بیا اینجا. بیا دار ببینم خون داری. خون داری. یه دقیقه بیا. بیا. محمد رضا یه دقیقه بیا کارت دارم. بیا داشتم شوخی میکردم. داشتم شوخی میکردم. اصلا زیر نزن. به خدا داشتم شوخی میکردم. بیا نگاه کن اینجا رو.
تو دوباره سیفون رو زدی تو سیفون خون ریخته بوده. روشن کن نگاه کن. چقدر ریدی ببینم اونو ببینم. ایسته نگاه کن. این دوباره خون اومد. این فکر کنم حالا این تو باشه. سری دیگه یکی دیگه بره ایسکا میشه. برای چی خون میرینی؟ پلش کن من به بابا زنگ زدم. خب برو بگو شوخی داشتی میکردم. حالا بیا این میاد. بگو لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره. بگو لایک کامنت بگو. برمیسه نگاه کن بعد تلافی زدن اصلا این شوقی انا. حالت خوبه؟ اینو خاطر میکنم زنگ میزنم. دوربین اصلا شک نکردی دستم بود؟ نه نه اسکول. تو نگاه نکردم. اینو خاموش کن بابا. لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره دوستان عشق من. میخوام دهنش سرویس یه کنم. تلافی بعد صد میکنم. حالا ببین بچه ها ولاگ داریم میخوایم بگیریم. پنبه گرفتیم سقف هنو کامل نشده. درستش کنیم. الان معدت خوبه؟ دل دردی چیزی نداری؟ باید یادتون باشه سر شوخی کرد من یه تلافی صد کنم در میاد. عشق من لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. به گوخوری های اینم گوش نکنید. دوستتون دارم.